بسم الله الرحمن الرحیم. آینده سازان افغانستان، جلسه ششم، بخش دوم مؤثر بودن. عزیزای ارجمند، در جلسه پنجم آینده سازان افغانستان ما یک بخش از مثبت و مؤثر بودن تمام کردیم و رویش صحبت های داشتیم. در آینده سازان افغانستان تلاش به این میشه که از فرد و خانواده آغاز بکنیم، امو نقاط ضعفی که در ما وجود داره، کمی ها و کاستی هایی که وجود داره، او را تشخیص و شناسایی بکنیم و اون نقاط ضعف خود به قوت تبدیل بکنیم و در جامعه گام های اثرگذار، مثبت و مؤثر بگذاریم تا ما هم اثرگذار روی خود باشیم، هم روی خانواده باشیم و هم روی جامعه. چون یک جامعه تا وقت احیا نمیشه، تا وقت ساخته نمیشه، تا وقت به موفقیت نمیرسه تا افراد او جامعه انسانهای مثبت اندیش، انسانهای مؤثر و انسانهای مثبت نباشند. در صورتی که در یک جامعه انسانها بی تفاوت باشند و مسئولیت‌های فردی و اجتماعی خود روی انسانهای دیگر بیندازند و اونا را مقصر و ملامت بدانند و هیچ سهم خود در آبادی و ساخت و ساز جامعه ادا نکنند، فلهذا ساخت و سازی به وجود نمیآید، رشد به وجود نمیآید، هر کس از مسئولیت فرار میکنه. قبل از اینکه من برنامه را آغاز بکنم به مو یک داستان میرم که یک شاه میگه به مردم بسیار صادقانه خدمت میکرد در گذشته ها. بعد ایشا یک وقت خواست که آزمایش کنه مردم، کمی مردم چقدر ایشا را دوست داره و چقدر با ای صادق هستند. یک اعلان میکنه که امشب هر کس از خانه خود یک سطل شیر میاره و یک حوض ساخته می باشه و این حوض تا صبح باید از شیر پر باشه. همه گیره ای توصیه میکنه و ای اعلان میکنه. شاه میبینه که چگونه و چقدر مردم با شاه صادق هستن و این خدماتی که ای کردن چقدر روی مردم اثرگذار بوده. مردم هم البته چون هر کس با فکر و ایده بزرگ شده و هر کس از خود شخصیت داره و هر کس از خود برخوردها و رفتارهای مشخصی داره، مردم یک نفر با خود فکر میکنه که در بین هزارها و لکها انسان اگر یک ما فرض مثال شیر نبرم به جایش آب ببرم، شیر برام گذاشته شو و منفعت بکنم، چی فرق میکنه؟ دو قدر شیر یک سطل آب معلوم و مشخص نمیشه. این نفرم با خودی فکر میکنه، بالاخره حرکت میکنه و هر کس یک سطل را با خود آورده و در حوض خالی میکنه. چون تاریک هست هیچ کس نمیبینه، فقط در حوض سطلای خود خالی میکنن، پس برمیگردن. وقتی صبح میشه و شاه با تیم خود، با وزیرا و همکارای خود از قصر خود بیرون میشه و وقتی میره از حوض دیدار میکنه، میبینه که حوض به جای شیر از آب پر شده. یعنی همین اندیشه که در ذهن یک نفر آمده که من به جای شیر اگر آب ببرم چی پروا میکنه معلوم نمیشه، این یک اندیشه عام بوده در ذهن و فکر یکی نه، بلکه در ذهن و فکر همه انسان ها همین بوده که برو اگر به جای یک سطل شیر ما یک سطل آب ببرم مشکلی وجود نداره و از ما معلوم نمیشه. این فکر بود که همه انسان های فکر کرده بود و همه گیشان به جای یک سطل شیر یک سطل آب آورده بودن. بعد معلوم شد که واقعا مردم با شاه رو راست و صادق نبودن. از این معلوم میشه عزیزا که اگر من به این فکر باشم که این جامعه را محمود میسازه، مطمئن باشید که محمود هم به این فکر است که جامعه را احمد میسازه و احمد هم به این فکر است که جامعه را مادر پروین میسازه. مادر پروین هم به این فکر است که این جامعه را بانولینا میسازه و بانولینا هم به این فکر میشه که این جامعه را بانو نازیلا میسازه. البته گرچند که لله الحمد شخصیت هایی که اینجا حضور دارند شخصیت های خیلی بزرگ، بسیار دلسوز و مهربان و الله متعال اینا را توفیق بیشتر نصیب بگردانه که در هر حال بالاخره کاری برای جامعه خود کردن. خداوند ازشان راضی باشه و لله الحمد که تعهد و این همت هم در خود دارند. لیکن عزیزای ارجمند، واقعا نباید به این فکر باشیم که مسئولیت های ما را، امو فعالیت های ما را کسی دیگه به دوش بگیره و کسی دیگه او را انجام بده. والله وقتی ما میبینیم که کمی و کاستی وجود دارد در اجرا و عملکردهای جامعه ما، وقتی میبینیم که اینی بار جامعه را ما به دوش گرفته من میتونم ایلنگره بردارم، هیچگاه باید شانه خالی نکنیم. ما در سمینارها و وبینارهای قبلی گفتیم که ما عضو از این جامعه هستیم، چی در بیرون و چی در داخل. نباید بگوییم که برو به ما چی، از ما چی میشه، از یک سخن ما چی به وجود میایه، از یک کارکرد ما چی به وجود میایه. والله وقتی در راه هستیم
هیچ اگر از دست ما نمیشه. وقتی میبینیم یک پوست کله افتاده، خب میفهمیم که پوست کله خاصیتی داره که اگر کسی ناگهان بالای از پای خود بانه میلخچانه انسانه و خدای ناخواسته یک پدر ضعیف، یک مادر ضعیف یا یک جوان دیگه معیوب و عیبی نشه و بالاخره عزت نفس و امو کرامتش خدشه‌دار نشه. خم شویم، باید او را برداریم و در جای مناسبش بگذاریم. اگر میبینیم که یک فرد در جامعه کار نادرست را انجام میده، این جرأت با خود بتیم که بریم به او بگیم که برادر عزیزم، خواهر گرامیم، این کار انجام نده. اگر میبینیم که در حد یک ارگان، یک مکتب خصوصی یا یک پانتون خصوصی یا یک ارگان دیگری میبینیم که کارهای مناسب را با افراد انجام نمیده، باید بریم و دست از او بگیریم که عزیزم این کار نامناسب است، این را انجام نده. ما تو مسلمان هستیم، باز افغان و هموطن هستیم، از همین ملک و خاک هستیم، کشور ما رنج دیده هست، عقب افتاده هست، با بدبختی ها مواجه هستیم، گرسنه هستیم، بی لباس هستیم، تشنه هستیم، سرما خوردیم، مردمای ما در دشت و کوه ها بی نان و بی آب زندگی میکنن. فلهذا ما تو مسئول هستیم این کار نکو. ایره میگن در حقیقت مؤثر و مثبت بودن و ایره میگن مقابله و مبارزه با بی‌تفاوتی، که با چنین حالات ما مطمئن هستم که ما چی در داخل و چی در بیرون با این حالات مواجه هستیم. ولی فرق در اینجاست که ما چقدر خود ساختیم. واقعا آیا این احساس در وجود ما زنده هست که با چنین حالات ما مقابله کنیم و در سطوح آییم و نگذاریم که چنین حالات به ما رخ میده؟ باید باشیم. این آموزی دینی ما عزیزا، گوش بگیرین. پروردگار در قرآن عظیم شان چی میفرماید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس. هر امت یک ویژگی داره. شما ببینین آلمان ها را مردم بسیار با چیز میشناسه، ای که در ساخت و ساز جامعه خود خیلی جدی بودن و زنان در یک وقتی که انقلاب بزرگ در آلمان با وجود میه، این موضوعات براتون قبلا گفته بودیم، یک توده از زنا بیرون میشه به نام زنای سنگی. اونا را میشناختن. این کسایی بودن که هیچ مرد در کنارشان نبود. بلند میشن و بر احیای جامعه خود کار میکنن، زحمت میکشن، در دفاتر خود شعار نوشته میکنن که ما امت بزرگی بودیم و شکست نمیپذیریم و دوباره به امت بزرگ تبدیل میشیم. این ایده از زنان به وجود میاره و حرکت میکنه و جامعه خود دوباره آباد میسازه، به هر کنج و گوشه انگیزه میبره. مردم یا ملت ژاپن در دنیا به نام ملت سختکوش و پرکار مشهور است. اونا هم ایده ها وقتی از طرف امریکا اتم استفاده میشه و یکی از شهرهای ژاپن با خاک یکسان میشه، مردم بلند میشه. البته از لحاظ نظامی شکست میخوره، اما از لحاظ علمی پس بلند میشن، جوانای خود به کشورهای توسعه یافته و پیشرفته روان میکنن، تعلیم و تحصیل میبینن، پس برمیگردن و جامعه خود آباد میکنه. امروز ژاپن هم یکی از ابرقدرت های دنیا هست و بیشترین رشد را کرده، با وجودی که با افغانستان در یک سال یعنی 19 استقلال خود کسب کرده، اما ژاپن امروز یک کشور کاملا مترقی و کاملا پیشرفته و ملتش یک ملت شناخته شده هست. چرا عزیزا؟ این هر ملت یک ویژگی داره. آره، ویژگی امت مسلمه را ببینین. پروردگار در کلام روح بخش خود در قرآن عظیم شان میفرماید کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. شما بهترین امت ها هستید. در امت هایی که از زمان حضرت آدم علیه السلام تا به امروز و تا به روز محشر میایه و میره و با وجود آمده رفتن، ما بهترین امت ها هستیم. کلمه بهترین از لحاظ گرامر زبان ها یک کلمه است که ایره ما و شما به نام صفت عالی میشناسیم، که از این که دیگه صفت بالای وجود نداره. عالی ترین، نمیگیم که خوبتر و عالی، نمیگیم که عالی تر، بلکه عالی ترین. کنتم خیر امتین. پروردگار میفرماید که شما عالی ترین و بهترین امت هستین. خب بهتری ما در چی هست؟ چی چیز ما را بهتر می سازه؟ تنها نماز خواندن ما، تنها روزه گرفتن و حج رفتن ما، تنها به طور مثال ذکر و زکات ما را بهتر نمی سازه. این کارها را امتهای قبلا هم انجام داده. اونا هم به حج می رفتن، دور خانه کعبه طواف میکردن، اونا هم از مال خود زکات میدادن، اونا هم روزه میگرفتن، اونا هم عبادت های مختلف را انجام میدادن. اما ببینین که پروردگار چی میفرماید؟ کنتم خیر امتین. شما بهترین امتی هستید. چرا؟ اخرجت للناس. به خاطر انسان ها پدیدار شده اید، به خاطر انسان ها بیرون میشین، به خاطر انسان ها خروج میکنین. اخرجت للناس. خب برای چی؟ تأمرون بالمعروف. آنها را به کارهای خیر دعوت میکنین.
و تنهون عن المنکر و آنها را از کارهای شر منع میکنید. بهترین و عالیترین و بزرگترین ویژگی امت مسلمه ای است که به خاطر مردم پدیدار میشن و مردم به کارهای خیر دعوت میکنه و از کارهای شر منع میکنه. پس انسان مؤمن در حقیقت مؤمنین و مسلمین بهترین امتهای دنیا هستند در صورتی که به مأموریت خود عمل بکنه. فلهذا عزیزای ارجمندم، اگر ما و شما در خانواده خود، در جامعه خود، در ارگانهایی که درس میخوانیم زحمت میکشیم، کار میکنیم، مسئولیت ادا میکنیم، وقتی میبینیم از یک هموطن ما، از یک همکار ما یک مشکل با وجود میآید که او باعث میشه که به جامعه و مردم ما یا به ما ارگان یا به یک نفر و دو نفر ضرر برسانه، ما باید مانع از او کار شویم و او را دستش بگیریم، همکاریش بکنیم، سرش انتقاد نکنیم، او را لطکوب نکنیم، او را تحقیر و توهین نکنیم، بلکه دست از او را بگیریم که از او کار خلاف خود دست بکشه و او را در کار خوب یاری برسانیم. و این هم حکم پروردگار هست. الله متعال دوباره در قرآن عظیم الشان چی میفرماید؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. مردان مؤمن و زنان مؤمن دوست و یاور یکدیگرند. یعنی مردان مؤمن دوست و یاور مردان مؤمن دیگری هستند و زنان مؤمن دوست و یاور زنان مؤمن دیگری هستند. چرا؟ یأمرون بالمعروف، یکدیگر خود به کارهای خیر امر میکنن و ینهون عن المنکر و از کارهای شر باز میدارن. این مسئولیت دینی ما هست عزیزای ارجمند. یعنی به این معنا که دین میایه ما را از بی‌تفاوتی بیرون میکشه. دین میگه که تو باید بی‌تفاوت نباشی، حتی در مقابل پدرت، حتی در مقابل مادرت، حتی در مقابل خواهر و برادرت، در مقابل استادت، در مقابل شاگردت، در مقابل همسایت، در مقابل جامعه و خاکت، در مقابل دینت. رسول گرامی صلی الله علیه و سلم میایه در کلام زیبای خود میفرماید الدین النصیحه. دین که است نصیحت است، خیرخواهی است. یعنی شما وقتی به مردم دین میرسونین در حقیقت مردم نصیحت میکنین، خیرخواهیش میخواین. اینجاست که انسان مؤمن هیچ گاه بی تفاوت نمیمانه، هیچ گاه آرام نمیمانه، هیچ گاه قرار نمیمانه. اگر ببینه جای ظلم صورت میگیره، اولین کسی که در مقابله با ظلم سینه سپر میکنه او انسان مؤمن است. اگر میبینه جای حق تلف میشه فورا اقدام میکنه، اگر میبینه جای سخن ناحقی گفته میشه فورا در مقابل از اون موضع گیری میکنه. البته توهین نمیکنه، تحقیر نمیکنه. این حکمت و دانایی و این البته دانش داره که چگونه بتونه که اگر سخن میگه از کجا آغاز بکنه، اگر دفاع میکنه چگونه دفاع بکنه. یعنی با تمام این آداب و این نزاکت ها آراسته شده. عزیزای ارجمند، همین جست که دین ما را به مؤثر و مثبت بودن تشویق و ترغیب میکنه و از ما میخواهد که در جامعه خود، در کشور خود، در جایی که ما زندگی میکنیم مثبت و مؤثر زندگی بکنیم و بی تفاوت نباشیم. متاسفانه یکی از عوامل انحراف، بدبختی و سقوط جوامع اسلامی و امت اسلامی امروزه ای است که متاسفانه ما بسیار ضعیف و سست شدیم، تنبل شدیم، غیر مؤثر واقع شدیم و بی تفاوت شدیم. هر کسی هر کاری میکنه میگیم به ما چی. باز امو ضرب المثل عامیانه را سپری میکنیم که عیسی به دین خود و موسی به دین خود، بز به پای خود آویزان است و گوسفند به پای خود آویزان است. بسیار مرافع کنین، اما چنین نیست عزیزا. حدیث رسول گرامی صلی الله علیه و سلم از چی میفرماید؟ میگه کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. همه شما چوپان و همه شما مسئول و سرپرست هستین بالای زیر دستانتان. والله اگر ما در موقف یک مادر قرار داریم، اگر در موقف یک پدر قرار داریم، اگر در موقف استاد قرار داریم، اگر در موقف یک مدیر، یک معلم، یک سرمعلم، یک رئیس، یک وزیر، یک وکیل، یک آمر، قماندان، در هر موقفی که قرار داریم ما مسئول هستیم و ما سرپرست هستیم و ما در قبال زیر دستان خود مسئولیت داریم و این به بی‌تفاوتی و عدم مؤثر و مثبت بودن نمیشه. در اینجا باید مؤثر و مثبت باشی، اینجا باید با بی‌تفاوتی مقابله و مبارزه بکنی تا بتونی که چی باشی؟ یک انسان مؤثر و مثبت باشی. عزیزای ارجمند، وقتی در جامعه همه انسان ها مؤثر و مثبت واقع میشه، با بی‌تفاوتی به جنگ و به مبارزه بیرون میشه، شما ببینید که او جامعه به کجا میرسه، چقدر رشد میکنه، او ملت و امت به کجا میرسه، او کشور، او وطن، او خاک و سرزمین به چی آبادی میرسه، چقدر صداقت و راستگویی در اونجا ترویج میشه، چقدر برادری و اخوت اونجا به وجود میایه و چقدر
مردم میتونه که بالای یکدیگه خود اعتماد بکنه و بالاخره جامعه خود دوباره احیا بکنه. اینجاست عزیزای ارجمند که در وبینار قبلی ما البته در بخش آینده سازان افغانستان یک وبینار خود روی مؤثر و مثبت بودن و عدم بی‌تفاوتی داشتیم و او را سپری کردیم و روی این مسائل صحبت‌هایی داشتیم که واقعا ما را چی میسازه؟ ما را به کار میاندازه، ما را تشویق میکنه. امروز میاییم بخش دوم از مؤثر و مثبت بودن البته تقدیم شما میکنم، هرچند که وقت کم مانده یا گرچه هرچه وقت هم پوره هست، حتی ساعت 7 و چند دقیقه است، اما ما کوشش میکنم که مطالب و موضوعات کمک سریعتر تقدیم شما بکنم. آرزو میکنیم که بتوانیم 10 زنجیر را باز کنیم تا در مقابل آن به 10 چیز دیگر دست پیدا کنیم. عزیزایی که سوال خود کردن که 10 زنجیر کدام ها هستند، وبینارهای قبلی آینده سازان افغانستان را تعقیب بکنن، اسلاید ها و ویدیوها را تماشا بکنن تا موضوع را کمک بهتر و خوبتر بگیرن. خب 10 چیزی که ما به دست میاریم در مقابل 10 زنجیر غفلت که ما را از خواب بیدار میکنه، کدام چیزها را ما به دست میاریم؟ 1. مؤثر بودن. 2. مسئولیت پذیر بودن. 3. رشد و غنای فرهنگی. 4. درک اهمیت و ارزش وقت، پیشتر بانی ارجمند روی صحبت داشت. 5. محافظت از منابع. 6. جدیت و سخت‌کوشی. 7. کمال. 8. چشیدن طعم هنر و زیبایی. امروزه اکثر انسان‌ها با هنر و زیبایی با جنگ هستن، حال این که دین عزیز ما اسلام هنر و زیبایی را دوست داره. 9. داشتن هدف در زندگی. 10. تعلق و برگشت به اسلام. اگر ما با 10 زنجیری که در وبینارهای قبلی به او اشاره کردیم به مقابله برخیزیم، در مقابل 10 چیز دیگه را ما کسب میکنیم که ما شماروار برای شما ذکر و بیان کردم. در این بخش ما در مورد جنبه های عملی موضوعات صحبت خواهیم کرد. امروز میخواهیم به 4 سوال زیر پاسخ دهیم. 1. چرا فعال و مؤثر بودن اینقدر مهم است؟ پیشتر اشارات داشتیم به جامعه غربی و امت مسلمه. 2. چه چیز مانع از فعال و مؤثر بودن می شود؟ چه چیز باعث میشه انسان فعال نباشه و مؤثر نباشه؟ 3. چگونه یک فرد میتواند مثبت و مؤثر باشد؟ و 4. ابعاد مختلف مؤثر بودن چیست؟ به این سوالا ان شاء الله دانه دانه پاسخ میدیم. سوال اول، چرا فعال بودن اینقدر مهم است؟ ما 3 دلیل را برای آن بازگو میکنیم. 1. چه چیز باعث تجدید حیات یک ملت می شود؟ اول سوال بود چرا فعال بودن اینقدر مهم است. پس در مقابل این سوال، یعنی این سوال با یک سوال دیگه پاسخ میشه، چه چیز باعث تجدید حیات یک ملت می شود؟ پیشتر اشارات داشتیم عزیزا که اگر من و شما مسئولیت ها و وجیبه ها و مکلفیت های خود از شانه های خود به شانه های دیگر را بیاندازیم، این باعث میشه که جامعه به سقوط و رکود مواجه شود و هیچگاه احیا نشه. 2. هنگام پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم خواست مأموریتش را آغاز کند، به دنبال افراد تاثیرگذار بود و به همین دلیل این درخواست را از خداوند کرد: خدایا اسلام را با یکی از 2 عمر قوی بگردان. کدام 2 عمر؟ عمر بن خطاب و عمر بن هشام. رسول گرامی در زمانی که نو دعوت خدا آغاز کرده بود و تعداد مؤمنین و مسلمین بسیار کمتر بود، دعا میکرد به نزد الله متعال: یا پروردگارا اسلام را با یکی این 2 از افراد چی بگردان؟ موفق و کامیاب بگردان یا قوی بگردان. از او 2 افرادی که رسول گرامی در دعای خود از پروردگار به اونا البته دعای هدایت میکنه، یکیش عمر بن خطاب میباشه. حال عمر بن خطاب چگونه شخصیت بود، چی کارکردهایی کرد؟ نامش ما و شما شنیدیم، سیرتش میفهمیم، البته کارکردهایش میفهمیم که چگونه شخصیت بود که حتی کفار و مشرکین و مرتدین در کتابی که به نام 100 شخص اثرگذار که اولین شخصیت او حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است، بعد در همان کتاب شخصیت عمر بن خطاب هم ذکر کرده که این چی گونه شخصیت بود، چی کارکردهای کرد، چی فتوحات کرد و چی گونه یک جامعه و امت مسلمه را احیا کرد. واقعا یعنی در ساخت و ساز جامعه، در احیای جوامع، انسانهای غیر مؤثر و انسانهای بی‌تفاوت کارآمد نیست عزیزا. انسانهای جدی، انسانهای سخت‌کوش و انسانهای مؤثر به درد میخوره. به می خاطر در جامعه عرب هم در آن زمان در مکه معظمه 2 شخصیت بسیار اثرگذار بود که یکیش عمر بن خطاب بود، یکیش عمر بن هشام که همون ابو جهل بود. اما الله متعال خواسته بود که عمر بن خطاب مصداق دعای پیغمبر ما قرار بگیره و همون بود که وقت مسلمان میشه واقعا اسلام عزیز میشه، عزت پیدا میکنه. در اولین روز خود به رسول گرامی صلی الله علیه و سلم میفرمایه ببینین اثرات مثبت و مؤثر بودن، خاموش نمیشینه،
کمرو و بی جرأت نمی باشه که رسول الله ما خب با تو مثلا دعوا کردیم، ما خود چند وقت قبل چنین و چنان بودم، بلکه در اولین روز ایمان خود چی میفرماید؟ میگه ای رسول گرامی مگر ما بر حق نیستیم؟ و رسول گرامی برش میفرماید ببینین ما بر حق نیستیم در اولین روز اسلام خود. رسول گرامی میفرماید بله ما بر حق هستیم. پس میگه چرا باید مخفی نماز بخوانیم؟ میریم آشکارا در روبروی خانه کعبه نماز میخوانیم. و همینجاست که رسول گرامی سخنش میشنوه و قبول میکنه و مؤمنین در دو صف بیرون میشه. در آغاز یک صف حمزه شیر خدا میباشه و در آغاز صف دیگه عمر بن خطاب و هیچ کس جرأت نزدیک شدن به مسلمین نمیکنن، با وجودی که هنوز هم تعدادش کم است، اما چون از این دو شخصیت اثرگذار و تاثیرگذار حراس می داشته باشند. پس اینجا عزیزا که جوامع و انسانهای بی تفاوت به جایی نمیرسه، رشد نمیکنه، ترقی نمیکنه، به انسانهای مؤثر و مثبت و به انسانهایی که با بی تفاوتی در جنگ هستند رشد میکنه. و همین جاست که رسول گرامی صلی الله علیه و سلم هم به عمر لقب فاروق میده، یعنی جدا کننده حق از باطل، کسی که همیشه سخن حق از دهنش بیرون میشه. عزیزای ارجمند، بین ما و شما خود ارزیابی بکنیم. در جامعه امروز اگر ما کدام جای کجی رو میبینیم، کدام جای حق تلفی رو میبینیم، از خود و خانواده آغاز بکنیم، به شکل در محیط هایی که درس میخوانیم و کار میکنیم چقدر ما انسان های مؤثر و مثبت هستیم و چقدر در مقابله با این حق تلفی ها و این کجروی ها در مبارزه هستیم. باز هم میگم عزیزا، اولین کاری که ما باید بکنیم روش ها و آداب و نزاکت های اصلاح سازی رو باید یاد بگیریم. اگر در خانواده یک مورد رو میبینیم که اشتباه هست و خدای نخواسته باعث نارضایتی پروردگار و پیغمبرش میشه و شما از او رنج میبرین، البته به فکر خودتان زود اقدام نکنین، زود جدیت نشان ندین و خدای نخواسته یک نوع بیادبی در مقابل افراد خانواده از ما سر نزنه که باز این خرابی بزرگ شده میره، این با یک مشکل بزرگی تبدیل میشه. بسیار با حکمت، بسیار با سخن زیبا، بسیار با آداب و نزاکت ها، با صبر و حوصله باید اقدام بکنیم و اون مشکل اصلاح بکنیم. 3. بی‌تفاوتی و فعال نبودن باعث نابودی ملت ها می شود. سوال دوم، چه عوامل مانع مؤثر بودن می شود؟ 1. خجالت کشیدن از مردم. 2. ترس از اشتباه کردن. 3. عقب نشینی سریع بعد از اولین شکست. 4. ناامیدی در هنگام مواجه شدن با موانع خارجی. اینها عوامل هستند که متاسفانه باعث میشه انسان مؤثر نباشه. اول، خجالت کشیدن از مردم یا کمرویی. 1. اسلام یک موضوع جدید در آن زمان تلقی می شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم باید چی میکرد؟ ببینید زمانی که رسول گرامی ما اسلام میاره، در جایی که در مکه معظمه امو بیت الله شریف دو بیشتر از 360 نوع بت می باشه و هر قبیله و قوم از خود بت‌های خاص خود می داشته باشه و هیچ کسی جز حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هنوز مسلمان نیست، هنوز مؤمن نیست. درست است؟ حال ببینین یک فرد وقتی با یک ایده جدید میایه و وارد جامعه میشه و با انسانهای بت پرست و بت تراش و با انسانهای که با خدای واحد در ستیز و در جنگ هستن مقابله میکنه، خب آیا یک فرد کمرو و یک فرد بجرأت میتونه که یک چیز جدید بیاره؟ امکان نداره. اما رسول گرامی صلی الله علیه و سلم میایه سرش بلند و همیشه چی میکنه؟ دین الله متعال را مردم به توحید دعوت میکنه و دین الله را به مردم چی میکنه؟ ابلاغ میکنه. سخن به جای میرسه که قریش جمع میشن و به کاکایش ابو طالب میفرمایه که ای ابو طالب، اگر برادرزادیت را از دین اسلام، از دعوت به دین اسلام منع نسازی و دستش نگیری، فکرت باشه که ما شاید برادرزادیت از بین ببریم. و ابو طالب کاکای پیغمبر وقتی سخن میشنوه کمک احساس ضعف میکنه و نزد حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم میایه، با وجودی که او را خیلی دوست میداشته باشه، به او بسیار احترام میداشته باشه و هنوز ابو طالب متاسفانه چون اسلام نمیاره در تمام عمر خود، برش میگه که ای برادرزادیم، تو از این کار دست بردار، شاید من نتونم از تو محافظت و حمایت بکنم. اما رسول گرامی وقتی سخن میشنوه، امو حس مثبت گراییش، امو البته انگیزی که در مقابله با بی‌تفاوتی داره به جوش میاد، از چشمایش اشک میاد و برش میگه ای کاکا، والله اگر این مردم در دست راستم آفتاب قرار بده و در دست چپم مهتاب قرار بده، من از دعوت به دین الله دست نمیکشم. ایره میگن مؤثر بودن و ایره میگن مقابله با کمرویی و ایره میگن مقابله با
بعد یا صفت خجالت کشیدن از مردم. انسان هایی که از مردم خجالت میکشند در انجام امور مثبت، انسان هایی که از مردم خجالت میکشند در بیان حق، انسان هایی که از مردم خجالت میکشند در احیای جوامع و ملت ها، او انسان ها هرگز به جایی نمیرسند و به زیر زمین بدون کدام دستاورد رجوع میکنند. اولین مسجد که در یکی از پانتون‌های معروف یکی از کشورهای عربی ساخته شد. عزیزای ارجمند، این حکایت براتان بارها گفتیم و این داستانه که یکی از روزها یک جوان به پانتون می رود به خاطر درس و تعلیم، مؤمن و مسلمان می باشه. خب هر چیزی یک مبارزه را سپری کرده عزیزان. وقتی وارد پانتون میشه، وقتی نماز میشه، میبینه که در یک جای بسیار مخفی و پنهان در زیر زمین یک فرد ریش سفید در یک کناره نماز میخونه. وقتی جوان میره از ریش سفید میگه چرا در یک جای نماز میخونی؟ خب میگه جای دیگه مردم است، مردم رشخند میزنن. یک وقتایی میباشه در زندگی که مردم بالای انسانهای متدین رشخند میزنن، اونا را استهزا میکنن، اونا را دست کم میگیرن، اونا را بسیار عقب افتاده میبینن. مثلا اگر در جوامع پیشرفته و مترقی یک خواهر و مادر ما با حجاب بیرون شوه، مردم میگه اینه زنا و مردایی که البته فکر غربی و دموکراسی زدهشون چی میگه؟ میگه هنوزم امو گندگی خود بسیار مرا ببخشین با خود داره، اینا در اینجا امو فرهنگ زشت خود پخش میکنن، در اینجا خود با حجاب میگیره، در اینجا چنین و چنان میکنه، هیچ ای جامعه سر از یاد تاثیر نکرده، هیچ می فرهنگ سر از یاد تاثیر نکرده، هیچ پیشرفت نکرده، هیچ مترقی نکرده. اینا فکر میکنن که پیشرفت و مترقی یعنی که خود برهنه بساز، خود به مود روز سایقل کو و چنین و چنان. حال این که اسلام عزیز به انسان عزت میده و به انسان کرامت میده، به مرد و زن توصیه حجاب میکنه و همچنان عبادات و مسائل دیگه. موضوع سرازی بود که از مردم میگه خجالت میکشم به خاطر اینجا نماز میخونم، اما جوانی هست که با انگیزه و مؤثر و مثبت است، کمرویی و خجالت کشیدن نمیپذیره. میگه نه، میرم در بهترین جای پانتون نماز میخورم. بیرون میشه در یک جایی که بسیار جای مناسب و منظم میباشه، همونجا به نماز استاد میشه، اما از مردم خجالت نمیکشه، با وجودی که در روز اول مورد استهزاء قرار میگیره. بعضی از جوانای بیدین و بی‌ظرفیت سرش خنده میکنن که این ایده وقت نماز میخونه، دی جوانی مردم عیش و نوش میکنه، این نماز میخونه. روز اول دوم سیوم کار صورت میگیره، روز چهارم و پنجم امورش سفید میه، پاریش استاد میشه، روزهای بعد چند جوان دیگه میه، روزهای بعد جای سخن به جای میرسه که برای رئیس پیشنهاد میشه که باید در همین موقعیت مناسب برای جوانای مؤمن و مسلمان یک مسجد ساخته شود تا نماز بخوانند. و همین مبارزه او جوان بود که در دانشگاه و پانتون یک مسجد بسیار زیبا ساخته میشه. پس ببینین این از یک فرد آغاز میشه، از یک ایده آغاز میشه، از مبارزه با خجالت کشیدن، از مبارزه با بی‌تفاوتی آغاز میشه و انسان باید در این اوامر کمرو نباشه. دوم، ترس از اشتباه کردن. برای این که طعم موفقیت را بچشید به موارد زیر نیاز دارید: 1. داشتن یک هدف در زندگی. 2. داشتن اراده قوی. 3. توکل بر خداوند یکتا. با معذرت عزیزان. 3. عقب نشینی بعد از اولین شکست. بعضا ما وقتی تلاش میکنیم، زحمت میکشیم، خب در زندگی شکست ها بخشی از زندگی است. تا شکست نباشد طعم موفقیت انسان نمیچشد، تا تندی و تلخی نباشد طعم شیرینی به وجود نمیآید، تا شب نباشه اهمیت روز برای انسان معلوم نمیشه. هر چیز به ضد و نقیصش خوب شناخته و درک میشه. پس موفقیت هم با شکست خوب فهمیده میشه. امیدتان را از دست ندهید هنگامی که در اولین تلاش با شکست مواجه میشوید. چندین بار سعی کنید. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هنگام مهاجرت به مدینه 26 قبیله را به اسلام دعوت نمود و هیچ کدام از آنها نپذیرفتند. او 26 بار تلاش کرد ولی هرگز امیدش را از دست نداد. ادیسون 999 بار برای اختراع برق تلاش نمود و به تعداد همین دفعات با شکست مواجه شد ولی دست نکشید تا اینکه دفعه هزارم موفق به اختراع برق شد. حضرت یعقوب علیه السلام بعد از 30 سال به پسران خود میگوید بروید و برادر خود را جستجو کنید. او بعد از 20 سال امید خود را از دست نداده است. بله عزیزای ارجمند، انسان هیچ گاهی باید امید خود از دست نده.